الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال. صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس او ذاتی که این لحظات و این فرصتهای مبارک را نصیب من و شما گردانی. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه من و شما را مورد قبول درگاه خیش بگرداند. عزیزان و بزرگواران، در ماهای حج قرار داریم. شوال و ذوالقعده و 10 روز از ذوالحجه، اینها ماهای حج هست. میشه گفت 2 ماه و 10 روز ماهایی که الله سبحانه و تعالی رکنی از ارکان اسلام را در این ماها قرار داده که همانا عبارت از حج. و این فضل الله و لطف الله و مرحمت الله شامل حال بسیاری از بندگان شده که امسال الحمدلله مسلمان ها از کشورهای مختلف، از مناطق مختلف، خصوصا از کشور عزیز من و شما، مسلمان ها عزم و اراده سفر حج دارند و بعد از چند سال توقف مراسم حج، امسال ان شاء الله باذن الرحمن این رکن عظیم اسلام با شکوه برگزار خواهد شد. خوشا به حال برادران و خواهرانی که عازم این سرزمین هستند و این فرصت طلایی نصیبشان شده، و امیدواریم که هر عزیزی که به نمایندگی از این سرزمین عازم بیت الله الحرام میشه، همه مسلمان های دنیا را، خصوصا ملت افغانستان را، از دعای خیر خود فراموش نکنند. بحث امروزی ما و شما هم خب حالا همه کو نمیشه که بریم به سرزمین وحی، همه نمیشه بریم، اما قلب ما، روح ما طرف بیت الله الحرام هست، طرف سرزمین وحی هست. هیچ مسلمانی نیست که در دلش ذوق کعبه نباشه، مسلمانی نیست که در دلش ذوق مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم نباشه، مسلمانی نیست مگر اینکه در ایام حج و ماهای حج قلبش طرف سرزمین حرمین شریفین، در جای قدمگاه ابراهیم خلیل الله، قلوب همه مسلمان ها به او طرف هست. چون سرزمین حرم مکه و مدینه، منا و عرفات و مزدلفه، اینها جز شعائر دین هست. پس جز شعائر دین که شد، از جمله مسائل هست که ما به اونها اعتقاد داریم، باور داریم، یقین داریم، که دعا میکنیم بار الها پروردگارا حرمین شریفین را نصیب همه این جمع و امت اسلامی بگردان. عزیزان و بزرگواران، بحث امروزی ما فقط ارتباط به حج، ارتباط به هدف از مراسم حج
و ارتباط به حفظ کعبه معظمه و مشرفه در وقتی که ابرهه میخواست کعبه معظمه را به ایران بسازه و ما از داستان ابرهه چی درس میگیریم، روی همین موضوع بحث ما هست. و در اخیر فرصت مهیا شد توصیه مختصری هم برای مجاهدین امارت اسلامی خواهد بود. در قرآن من و شما سوره داریم به نام سوره حج، یک سوره را الله سبحانه و تعالی کامل و مختص گذاشته به نام سوره حج. شما ببینیم ارزش ای مراسم، ارزش ای عبادت و جایگاهی رکن عظیم الله سبحانه و تعالی میخواد به ما نشان بده و برای ما معرفی کنه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 چیز بنا شده، یعنی رکنای اساسی اسلام، ارکان اساسی اسلام نبی کریم صلی الله علیه و سلم ما بیان میکنن. شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. اولین رکن کلمه طیبه هست، شهادت لا اله الا الله هست، شهادت ان لا اله الا الله و اقام الصلاه، برپا داشتن نماز هست و ایتاء الزکات، دادن زکات هست و صوم رمضان، روزه ماه مبارک رمضان هست و حج بیت الله الحرام، حج کعبه معظمه. حج به معنای قصد، به معنای اراده. کسی که قصد میکنه و اراده میکنه، حرکت میکنه به طرف سرزمین وحی، به طرف مکه مکرمه و اجرای مراسم در زمان خاص و مکان خاص هست. مراسم حج فقط و فقط در زمانی که من و شما زمان حج چیه؟ 2 ماه و 10 روز، شوال هست، ذوالقعده هست و 10 روز هم از ذوالحجه هست. مکانی و باید سرزمین وحی باشه. طواف جز در کنار کعبه و گرد کعبه دیگه جای درست نیست. منا و عرفات و مزدلفه، آن وادی و دشت و کوهی که در وادی و دشت سوزان مکه قرار داره، ما دیگه جار نمیتونیم برای خود منا بسازیم، مزدلفه بسازیم، عرفات بیاییم بسازیم. کوههای زیادی من و شما داریم، نمیشه یک کوه را انتخاب بکنیم به نام کوه عرفات، یا مثلا یک روز من و شما انتخاب بکنیم که امروز روز عرفه هست. نه، روز عرفه روز مشخصی هست که 9 ذوالحجه. مراسم ایام حج از خود شرایط و ضوابط و قانونی داره و یکی از ارکان مهم اسلام هست. الله سبحانه و تعالی ارتباط به این رکن عظیم و بزرگ چندین آیه قرآن، یعنی گفتیم سوره انتخاب و سوره نازل کرده به نام سوره حج و آیات زیادی داریم که غیر از سوره حج در دیگه سور قرآن هم بحث حج داره، پیرامون حج مطرح میکنه. حج در سال 9 هجری، در سال 9 هجری فرض میشه برای مسلمان ها، یعنی در سال چندم؟ در سال 9 هجری، یعنی 9 سال از هجرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم وقتی میگذره، در سال 9 هجری حج فرض میشه. حالا حج برای کی فرضه؟ آیا برای همه مسلمان ها فرضه؟ نه، حج برای انسان مؤمن، مسلمان، عاقل، خب آزاد، بالغ. تا به اینجا که خب اکثریت و نزدیک به کل خب همه دارای همین شرایط. الحمدلله مسلمان هستیم، خب عاقل انسان هست، بالغ هست، آزاد هست. شرط دیگری که خاص میکنه اینه که قدرت مالی و بدنی انسان داشته باشه. انسان وقتی قدرت بدنی داشت، قدرت مالی داشت، اینجا حج برای فرض میشه. در طول عمر برای این انسانی که مؤمن، یا میگیم به عبارت دیگر مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد، قدرت مالی و جانی، در طول عمر 1 مرتبه فرضه. دیگه هر کس چندین مرتبه دیگه وقتی که به حج میره، این حج برای نفله، یک عبادت نافلیه که انجام میده. الله سبحانه و تعالی در قرآن وقتی که
حج رو به ما بیان میکنه، چون حج در حقیقت یکی از مسائل تاریخی که او تاریخ هم برمیگرده به یکی از پیامبران اولوالعزم. من و شما میگیم ملت از کی داریم؟ ملت از ابراهیم خلیل الله. ابراهیم علیه السلام از جمله پیامبران اولوالعزم، از جمله پیامبرانی که الله سبحانه و تعالی حضرت ابراهیم را به عنوان خلیل انتخاب کرده. ابراهیم خلیل الله. ابراهیم خلیل الله وقتی که الله سبحانه و تعالی اونها در ابتلا و آزمایش های زیاد قرار میده، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، امتحانای زیادی ابراهیم علیه السلام میشن که از این جمله یکی از امتحان اینه که الله برای ابراهیم علیه السلام در کهولت سن برای اولاد میده. در کهولت سن ابراهیم علیه السلام به کهولت و بزرگی و به اینها میرسه. همسر دارن به نام سارا و سارا کنیزی داره به نام هاجر. بعدن به مشوره حضرت سارا میگن که با ابراهیم میگن بگیر با این کنیز تو ازدواج بکن، بلکه خدا برای تو فرزندی بده و دارای فرزندی بشی. وقتی ابراهیم علیه السلام با بیبی هاجر ازدواج میکنن، الله سبحانه و تعالی برای حضرت ابراهیم فرزند میده که او فرزند اسماعیل هست. به اینجا دستور الله سبحانه و تعالی هست و او حرف الله در دل سارا میندازه و حضرت سارا به حضرت ابراهیم میگه حالا که وقتی بیبی هاجر دارای اولاد شده و بالاخره ای را بردار در یک مکان دوری ببر. الله سبحانه و تعالی به ابراهیم علیه السلام میگه ای را بردار بیبی هاجر به همراه خود بگیر ببر. در کجا؟ در سرزمین جایی که کشت نمیشه، وادی لم یزرع که گفته شده، نه کشت نه آب نه آبدانیه. وقتی اینها رو ما بیان میکنیم همه ما و شما روحاً بریم به این ابتلا و آزمایشی که ابراهیم علیه السلام شدن. از کجا ابراهیم علیه السلام اسماعیل و هاجر بر داره؟ از سرزمین شام، از سرزمین سوریه، یا از مناطقی که در اطراف شام و اینها که هست، سرزمین بیت المقدس و اینها، همه این مناطق و اکثرا اینها سرزمین شام هست. از اونجا بر می داره، نه تیاریه نه موتریه نه بالاخره امکاناتی که امروزه هست. این زن و فرزند در بر می داره، می آید در کجا؟ در مکه مکرمه، در اونجا در داخل وادی یک کوهی، کعبه هم نیست. کعبه در طوفان نوح علیه السلام چکار شده بود؟ ویران شده بود. آب آمده بود در طوفان زمان حضرت نوح علیه السلام، تمام دنیا را زیر آب کرد. فقط افراد و اشخاص زنده ماندن که داخل کشتی به همراه حضرت نوح علیه السلام بودن. به این واسطه حضرت نوح آدم ثانی گفته شده، یعنی پدر تمام بشر بعد از آدم علیه السلام حضرت نوح است. تمام بشری که امروز در دنیا میبینیم همه از نسل همون کسانی که داخل کشتی بودن، همه ما و شما. کعبه معظمه و ایران شده بود، جای مشخص نبود. ابراهیم علیه السلام نمیفهمیدن که اینجا کعبه هست، اینجا جاییه که بالاخره الله سبحانه و تعالی در آینده تمام بندگان خود را به اینجا دعوت کنه و بالاخره که طواف بکنن. ببینیم چی ابتلایی هست، چی آزمایش هست. بیبی هاجر آورد در وادی لم یزرع. الان فکر بکنیم که شام کجا هست، مکه مکرمه کجا هست. چی کسی دل میشه همسر خود را با فرزند بالاخره که در طفولیت قرار داره ببره داخل یک کوها، اندر کوهای دور، یک ولایت را مد نظر بگیریم، به یک ولایت دوردستی که نه آب باشه نه آبدانی باشه، برو و بالاخره زن و فرزند در بگذار و پس برگرد. امتحان سختیه، امتحان سخت هست. به اینه که سیدنا ابراهیم علیه السلام بیبی هاجر رو میبرن و اونجا میگذارن. بعد وقتی که حرکت میکنن بیبی هاجر یک کلمه پرسان میکنه. همه برادرها بیشتر متوجه، خصوصا خواهران، این نکته خیلی متوجه باشن. بیبی هاجر پرسان میکنه که ای ابراهیم، من و طفل مر در این وادی گذاشتی، آیا به دستور سارا آوردی یا به دستور الله؟ ابراهیم علیه السلام میگه به دستور الله آوردم، به دستور الله. اینجا بیبی هاجر میگه که وقتی الله دستور داده دیگه و من یتوکل علی الله فهو حسب، الله بسه، کافیه.
داخل وادی باشه، داخل کوه باشه، داخل بیابان باشه، هر جایی که میخواه باشه دیگه حال بی هاجر غم نداره، تشویش نداره، پریشان هم نیست. حضرت ابراهیم میآید برمیگرده، توکل ابراهیم را ببینید، اخلاص بی هاجر را ببینید، توکل بی هاجر را ببینید. همه اینها مسائل برمیگرده به این که ما امروزه میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، یک روز به دکان ما کاروبار نباشه پریشان میشیم، یک روز به ما کار پیدا نشه پریشان میشیم، یک روز دسترخوان ما کمتر غذا باشه پریشان میشیم، یک روز کوچکترین مشکلاتی میآیه به دامان ما پریشان میشیم. خب ما که میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، ابراهیم علیه السلام پریشان نبود، بی هاجر پریشان نشد. من و شما در همین مکتب شامل هستیم، در همین مدرسه شامل هستیم. به اینه که باید توکل ما توکل ابراهیمی باشه. داستان کعبه یا تاریخچه کعبه بحث مفصلیه عزیزان و بزرگواران. هر داستانی که بیان میشه مهم اینه که ما از او درس بگیریم، مهم اینه که ما از او چگونه برداشت میکنیم. سیدنا ابراهیم علیه السلام بی هاجر در این وادی که نه کشت نه زراعت نه آب در اینجا میگذاره و بی هاجر ماند و اسماعیل علیهم السلام. بعد از این که او آذوقه‌ای که دارن، غذایی که دارن، بعد از یک روز میشه، یک شب میشه، بیشتر میشه، کمتر میشه، تمام میشه. بی هاجر میبینه نه آب نه غذای، هیچ چیزی نیست، هیچ چیزی. از کجا آمده؟ شاید که صدها کیلومتر از اونجا فاصله گرفته. بی هاجر حرکت میکنه تا ای که یک کاروانی به چشمش بخوره، یا این که در جای به چشمش بخوره که یک آب باشه و پرنده باشه و خلاصه قبیله از دور و نزدیک ببینه. بی هاجر میایه سر کوه صفا. عزیزانی که رفتن کوه صفا میفهمن، اونهایی که نرفتن پروردگارا مراسم حج و حرمین شریفین نصیب عزیزان بکرد. بالا میشه بی هاجر به کوه صفا، نگاه میکنه کسر نمیبینه. کوه صفا این طرف صفا هست، این طرف مروه هست. وقتی از کوه صفا پایین میشه، به اینجا از کوه صفا که پایین شد چه کار میشه؟ وسط شله قرار میگیره، طفل خودر نمیبینه. بی هاجر میدوه. یک لحظه فکر بکنیم، یک زن طفلی در گوشه گذاشته هست، هیچ چیزی هم نیست. هاجره که در اونجا توکل رو با الله کرد. الله ببین که چقدر برای سهولت میده، برای بی هاجر چقدر لطف و انعام میکنه. بی هاجر وقتی پایین میشه طفل خودر نمیبینه، میدوه تا این که بر کوه مروه میرسه. از صفا میایه به مروه. امروز که حجاج بین صفا و مروه به نام میلین الاخضرین در اونجا چه کار میکنن؟ میدون، پهلوانی میکنن تا این که 7 مرتبه بی هاجر به اونجا میدوه و میرسه و بالآخره که ناگه متوجه میشه که الله سبحانه و تعالی از او فشاری که بر سر اسماعیل علیه السلام آمده بود و اسماعیل از تشنگی پاهای خود را به زمین میزد و بی هاجر با او دل سوزان این کوه صفایی که حال ما میبینیم کنار حرم که این کولرهای یخ و این سنگا و بالاخره این همه امکانات و به هر 10 قدم را آبهای زمزم گذاشته. نه، شما فکر بکنیم بین دو شله کوه با او دشت سوزان، نه کولریه نه آبیه نه بالاخره آبدانیه، یک ذات زن با طفلش که ناگه چشم بی هاجر می افته که زیر پای اسماعیل چشمه آب روان است. چقدر توکل، اخلاص، دیانت چقدر کار آمده. همینه که بی هاجر می آیه میبینه که از زیر پای یا کنار اسماعیل علیه السلام چشمه فوران کرده و ناگه دستان خود را جمع میکنه و میگه جم. به عبارت امروز چیه؟ زم.
علما و بزرگان میفرمایند اگر بیبی هاجر همین کلمه را نمی گفت که زمزم یا جمجم، تمام شاید مکه مکرمه در زیر آب زمزم میشد. الله سبحانه تعالی به این چشمه چنان خصوصیت گذاشت که بیبی هاجر و اسماعیل از این آب می نوشن، هم کار آب میکنه هم کار غذا را میکنه. در اینجا به اینه که بعداً کاروانی از راه تیر میشه و متوجه میشه، چون هر جا که آب بود پرنده پیدا میشه. یکی از کاروانی ها میگه اونجا آب هست، کسی که داخل کاروان میگه تمام این دشت من وجب و به وجبش میدانم، در اینجا چشمه پیدا نمیشه، در اینجا چاه نیست. میگه جایی که آب باشه پرنده هست، میآین میبینن و بالآخره که یک مادر به همراه طفلش کنارش چشمه آب زلال زمزم، از اونها خواهش میکنن که ما در کنار شما قبیله خود را پایین میکنیم. به طور خلاصه و فشرده به اینه که او قبیله اونجا پایین میشه، به اجازه حضرت هاجر از او آب استفاده میکنن. به تمام دنیا از آب زمزم، فکر نمیکنم همینجا کسی باشه و آب زمزم نخورده باشه. به تمام دنیا به نوعی از انواع، به طریقی از طرق آب زمزم را نوش جان کرده. در هر محلی، در هر قریه حاجی اگر آمده باشه یک قطره بالاخره یک جرعه آب زمزم برای بندگان الله میده. به این عزیزان و بزرگواران بیبی هاجر در بین او قبیله اسماعیل علیه السلام بزرگ میشه و خلاصه سیدنا ابراهیم بعد از چند سال، بعد از 6 سال یا بعد از 11 سال، بعضی علما 6 و بعضی 11 و بعضی 7، تاریخ 7 و 8 و 10 و 11 ما بحث نداریم. دل ابراهیم طرف فرزندش بعد از چندین سال، هاجر چه کار شد، اسماعیل چه کار شد، ولی یقین داشت که دستور الله بود. در هر راهی که دستور الله یا عاشقانه برو، تشویش نکن، در او هزارها حکمت نهفته. ابراهیم علیه السلام بعد از مدتی می آیند به ذوق و به شوق جیگرگوشه خود که فرزند خود را ببینن. الله میگه ابراهیم فرزند تو آرامه، فرزند تو در آرامشه، فرزند تو بزرگ شده، حالا دیگه رفتی او را چه کار بکن؟ او را ذبح. بعد از چندین سال دیدار ملاقات فرزند، جیگرگوشه، برو و بعداً او را بگیر ذبح کن. ابراهیم علیه السلام گفت چشم، پروردگارا تو بگو من اطاعت میکنم، تو پروردگاری، تو مولایی، من عبدم، من بنده تو هستم، هرچی تو بگی. اینه که ابراهیم میآیه با فرزند خود مشوره میکنن و بالآخر انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. ابراهیم علیه السلام میگه من فرزند من چنین خوابی دیدم، تو چی میگی؟ اسماعیل علیه السلام میگه فرمان الله را اجرا کن فرمان الله. پدر پسر هر دو تسلیمن، چون و چرا ندارن. به اینه که الله سبحانه و تعالی عوض اسماعیل همان قچر میاره که اسماعیل از ذبح نجات پیدا میکنه. و به طور خلاصه و فشرده عزیزان من، چون وقت کم و بحث طولانی، الله سبحانه و تعالی جبرائیل روان میکنه که ای جبرائیل برو جای کعبه را خط بکن. و ابراهیم و اسماعیل هر دو بالآخر شروع میکنن به اعمار کعبه و کعبه معظمه میسازن و دعایشان اینه که ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا. این دعای در وقتی که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، پدر و پسر کعبه را بلند میبرن. مهندس کینه؟ جبرائیل. بنا کینه؟ ابراهیم. کارگر کینه؟ اسماعیل. به اینه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. من و شما خوازه میگیم، خوازه بسته میشه، بنا کار میکنه. الله سبحانه تعالی یک سنگ در زیر پای ابراهیم علیه السلام قرار میده که الان نقش پای ابراهیم علیه السلام روی او سنگ هست. در کنار کعبه گذاشته مقام ابراهیم که میگن و الله هم میگه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. ابراهیم علیه السلام کعبه که می ساختن بالا سنگ استاده بودن، وقتی نیاز بود که بلند برن سنگ بالا میرفت، نیاز بود که بچرخه سنگ میچرخید. کار که تمام شد نقش پای ابراهیم علیه السلام روی سنگ پیدا شد و الله سبحانه و تعالی گفت این سنگ رو بگذار که
هر وقت که کسی طواف میکنه از پشت این سنگ نماز بخوانه و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. به این عزیزان من، مکه مکرمه هر طرفش که انسان نگاه کنه الله سبحانه و تعالی به او آیه از آیات کلام خود را برای ما بیان کرده. وقتی وارد مکه مکرمه انسان میشه، و هذا البلد الامین، این شهر امنه، این شهر امنه. وارد شهر مکه مکرمه که انسان میشه، و من دخله کان آمنا، در امن، در امنیت. الله سبحانه و تعالی به سنگ مکه مکرمه قسم یاد کرده، لا اقسم بهذا البلد، یا در سوره تین، و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. الله قسم یاد کرده به سنگش، به درختش، به کوچه های مکه، به هر طرفی که نگاه میکنیم. وقتی وارد مسجد الحرام انسان میشه، به این آیه فول وجهك شطر المسجد الحرام سبحان الذي اسرى بعبدی لیلا من المسجد الحرام، آیاتی که فقط مسجد الحرام را نام گرفته. داخل حرم انسان میشه، ولیطوف بالبیت العتیق، طواف بکن به این خانه. فلیعبدوا رب هذا البیت، پس عبادت بکن صاحب این خانه را. طواف که انسان میکنه، بعدن از طواف که خلاص میشه میاد 2 رکعت نماز که بخونه، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. و به اینه که وقتی طرف صفا و مروه میره، ان الصفا والمروه من شعائر الله، وقتی میخواد طرف منا بره، مزدلفه بره، فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الله سبحانه وتعالی از این مکانها یاد کرده در کلام خود، در کلام حمید و مجید خود. از عرفات بیرون شدی، برو طرف مشعر الحرام. مشعر الحرام کجای؟ مزدلفه. به اینه فی یومین، در 2 روزی که در مناه میمانی، الله سبحانه وتعالی در قرآن یاد کرده. به این عزیزان و بزرگواران، پس کعبه، مسجد الحرام، مکه مکرمه، منا و عرفات و مزدلفه، اینها جز شعائر هست. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که این شعائر گرامی بداره، ای از تقوا هست. کسی که شعائر احترام بگذاره، ای از خشیت، ای از اینه که در قلبش تقوا جا گرفته. حالا برمیگردیم این به طور خلاصه و فشرده ارتباط به کعبه و جایگاه کعبه و مقام و منزلت سرزمین وحی مکه مکرمه. حالا کعبه ارزشش از امروز نیست، ارزش کعبه از 100 سال قبل نیست، ارزش کعبه از 1000 سال قبل نیست، ارزش کعبه از زمان حضرت ابراهیم هم نیست. کعبه چندین مرتبه ویران میشه و آباد میشه. اصل کعبه ملائکه قبل از آدم علیه السلام، در بعضی روایت ها میاره که 2000 سال قبل از آدم کعبه چه کار میشه؟ ساخته میشه. کعبه معظمه و مشرفه آدمی نبود که الله سبحانه و تعالی کعبه توسط ملائکه او چه کار میکنه؟ او اعمار میکنه. پس ساخت کعبه در زمان ملائکه، به زمان حضرت آدم علیه السلام، بعد میایه وقتی که در طوفان حضرت نوح از بین میره، به زمان حضرت ابراهیم علیه السلام، تا این که میرسه در زمانی که نبی کریم صلی الله علیه وسلم 36 ساله بنای کعبه که بحث از او طولانی هست. و بعد میاییم تا زمان عبدالله ابن الزبیر که این کعبه چنین ساخت و تا به امروز هست. به این بحث انشاءالله اگر وقت و فرصتی در آینده ها پیش آمد، ارتباط به تاریخچه کعبه مفصل انشاءالله صحبت خواهیم کرد. حالا میاییم ارزش کعبه. مردم وقتی که از هر طرف میرن طرف مکه مکرمه، خب فواید داره، فواید اقتصادی داره، فواید سیاسی داره، فواید فرهنگی داره. همه اینها الله سبحانه و تعالی میفرمایه لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات على ما رزقهم من بهیمة الانعام. در زمان، یعنی قبل از اسلام، در تاریخ میشه گفت که
570 یا 571 میلادی پادشاه حبشه که در یمن و یا در صنعا والی داشت به نام کی؟ به نام ابرهه. این پیشنهاد کرد، گفت که در مکه یک خانه 4 تا سنگ به روی گذاشته چیزهای معنوی شما نمیتونیم با طلا و با زرق و برق او ارزش بدیم. ارزش قرآن عظیم شان داخل البری گذاشته هست. قرآن چند ارزش داره؟ ولو فرسوده شده باشه، بالک‌هایی هم کهنه شده باشه، اگر العیاذ بالله افتاده باشه داخل کوچه، قرآن موه به بدن انسان تیخ میشه که کلام الله افتاده برمیداری. اگر 10 برابر وزن قرآن طلا افتاده باشه موه به بدن انسان تیخ نمیشه. چیزهای معنوی ما نمیشه که او بیایم زرق و برق ظاهری بدیم. زرق و برق ظاهری. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یک صحابه جلیل القدر، کسی بود که پاهای مبارک بسیار نازک بود. صحابه جلیل القدر پاهای نازک بود، راه که میرفت هم سیاه بود و هم نازک بود. بعضی از منافقین وقتی او را میدیدن خنده میکردن، بدن این صحابه پیامبر ببینن، این دیگه حبر امت هم شده، مفسر بالاخره امت هم هست، رأس مفسرین در بین صحابه. این را ببینید، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر شدن که منافقین به پاهای نازک و سیاه این صحابه جلیل القدر طعن وارد میکنن. رسول الله فرمودن پاهای این در بهشت از کوها هم استوارتره. این صحابه‌ای که در بهشت وقت قدم میزنه هزاران کافر قلدر در جهنم میسوزه. هزاران کافری که به جسم خود، به قیافه خود بالاخره مینازه. این صحابه درسته لاغر، ضعیف، سیاه در عالم ظاهر و بالاخره، پس ارزش معنوی عزیزان من، چیزهایی که معنوی ارزش داره. کفار همیشه به تجملات مینازن، کفار همیشه با حکم و حشم مینازن، کفار همیشه با پول و قدرت و اینها مینازن، ولی یک مسلمان نه. قصه بی بی هاجر رو فهمیدیم، یک زن و طفل در عالم ظاهر در اسباب بیایم بسنجیم. عقل چی میگه؟ عقل میگه باید یک شیر و پلنگ و گرگی بیایه بی بی هاجر رو بچیر بخوره بره دنبال کار خود. عقل چی میگه؟ میگه بی بی هاجر و ای باید در اونجا از ترس سکته میکردن، از ترس بین کوها سوزان شب و روز، دشت سوزان در روز و شب تاریک در شب. ولی توکل با الله چنان قوت و قدرتی به بی بی هاجر میده که تمام مفسرین بعد از بی بی هاجر انبیایی که به حج آمدن، نبی کریم صلی الله علیه و سلم، تمام صحابه تا به قام قیامت، تمام مفسرین و محدثین، عابدان دنیا و صالحان دنیا، تمام انسانها وقت وارد حج بشن الله میگه برو پای خود را بگذار جای پای بی بی هاجر، بده جایی که بی بی هاجر دویده، برو بده، برو دنبال یک زن، برو تا به اخلاص او زن برسی، برو تا اینکه با دل پرسوز او زن بالاخره در دلت سوز پیدا بشه، برو بالاخره در اونجا 7 مرتبه. این سنت کی؟ سنت بی بی هاجر. رسول الله به او عظمت و بزرگی الله میگه برو به صفا و مروه، برو به صفا و مروه. به این عزیزان من توکل، اخلاص. اینجا هم پادشاه حبشه که والی داشت به نام ابرهه، در کجا؟ در یمن، در صنعا و بالاخره در اونجی، گفت که چند تا سنگ باله هم گذاشتن، مردم از هر نقطه دنیا میره اونجی طواف میکنه. اینا چقدر ساده هستن. بیا در کجا؟ در یمن یک خانه بساز از طلا، از نقره، از جواهرات، خوب مزین و مفشن، مردم دعوت بکن که بیاین چه کار بکنن؟ بیاین طواف بکنن. به خاطر چی؟ تا اقتصاد بیایه در یمن. این فواید سیاسی، فواید اقتصادی، فواید بالاخره، همه این فواید بیایه داخل کجا؟ بیایه در یمن بیایه. از این غافل بود که این خانه خانه الله هست، این خانه رب العالمین هست، این خانه که قبل از آدم ساخته شده.
به این خانه مجلل میسازه از طلا و از نقره و اینها، در بین جوانان عرب، در بین جوانان قریش، در اون وقت و زمان یک جوان پرجوش و پرخروشی گفت چگونه جرأت پیدا کرده که بیاید در مقابل خانه الله خانه بسازه. حرکت کرد رفت در یمن، داخل او خانه رفت و بالاخره چیزی که در تاریخ می نویسه و اینها در بعضی اقوال داخل او خانه نجاست میکنه و بعدا میگه ارزش این خانه از این بیشتر نیست، ارزش نداره که بالاخره بیاید در مقابل کعبه قرار بگیره. پادشاه یمن ابرهه از این قضیه خبر میشه و بالاخره بسیار عصبانی میشه، حرکت میکنه به تخریب کعبه. میگه جز ای که او کعبه تخریب بشه دیگه راهی نداره. حرکت میکنه میآید، چگونه لشکر رو ترتیب میده، سپاه بزرگ با اسبها و با شترها و اینها، در رأس این سپاه فیلها قرار داشت. فیلها آمدن و بالاخره تا منطقه طائف و بعدا از طائف میخوان در اونجی جلسه و اینها. گفتم که داستان از این طولانیه، میشه عزیزان جوانان هر کدام بالاخره به تفاسیر مراجعه کنم، به سوره علم تر کیف مفصل ای داستان بیان میشه و الله سبحانه و تعالی در اینجا درس های زیادی به ما داره تا اینکه میرسه در یک منطقه به نام منطقه محصر بین منا و مکه هست. در اونجا قرار میگیره، لشکر خود را پایین میکنه. اولین کاری که میکنه دستور میده، میگه بریم بالای مکه حمله کنیم، هر چی دارن جمع کنیم. میاین حمله میکنن، شترا و گوسفندا و اهل مکه و بالاخره تمام مشکلات زیادی در مکه ایجاد میکنن و از این جمله 200 شتر از عبدالمطلب که جد رسول الله هست چه کار میکنن؟ اونها رو میگیرن و میارن. خبر به عبدالمطلب میرسه، عبدالمطلب حرکت میکنه و میره پیش ابرهه تا این که برای از او میگه که ما آمدم. میگه چی میگی؟ میگه من کلیدار کعبه ام، من بالاخره کسی که زعیم مکه هستم. خب میگه چی کار داری؟ اول خیلی احترام میکنه و بعدا این میگه من آمدم دنبال شترهای خود. ابرهه یک تعجب میکنه و بالاخره پس میگه که من با چی دیدی تو را نگاه میکردم، تو آمدی از شترها. من میخوام کعبه رو ویران بکنم، میخوام خانه الله شما رو ویران بکنم، تو از شترها گپ میزنی. عبدالمطلب میگه انا رب الابل، من صاحب شترها هستم. کعبه از خود صاحب داره، کعبه از خود صاحب داره و از خانه خود الله سبحانه تعالی دفاع میکنه. به همینه که شترهای از او میدن و بالاخره او میایه. مردم مکه هر کدام به غارهای کوه پناه میبرن، بعضی گریه میکنن. نکته مهم اینه که با همه شرک اطراف کعبه 360 تا بت گذاشته، لات و عزا و منات و هبل و فلان و فلان. عبدالمطلب میایه حلقه کعبه میگیره، میگه خدایا پروردگارا من میدانم که این بت‌ها هیچ چی نیست، این بت‌ها هیچ کاری کرده نمیتوانن. امروز روزیه که تو از این خانه دفاع کنی، امروز روزیه که تو و بالاخره از خانه خود دفاع کنی که دشمنا بفهمن و بدانن. به اینه که الله سبحانه و تعالی در سوره علم تر کیف که من و شما را متوجه میسازه به این قضیه و به این داستان و میگه علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله سبحانه وتعالى در این سوره فیل داستان و واقعی ابرهه و اینها را بیان میکنه. نزدیک کعبه میرسه، فیلی که به نام محمود که پادشاه حبشه یا همان یمن، والی یمن همان ابرهه بالای از او قرار داره، نزدیک کعبه و نزدیک مکه مکرمه که میرسن فیل زانو میزنه. عشق کعبه که در دل پیدا شد دیگه فیل هم فیل هست، حیوان هم که وقت عشق کعبه در دلش پیدا شد. عشق عزیزان من چیزیه که مثل استون حنانه که یک تنه بود ولی در فراق رسول الله گریه کرد، یک تنه چوبی بود. فیلی که به نام محمود زانو میزنه و هر قدر که او را میزنن طرف کعبه حرکت نمیکنه ولی رو از رو که دور میدن طرف یمن میدوه. همه حیران میمانن این فیل چرا حرکت نمیکنه؟ در او اثناء الله سبحانه و تعالی مرغان ضعیف به نام ابابیل حرکت میده. سنگریزه‌ای که علما و مفسرین میفرمایند به اندازه نخود، یکی در منقارش هست، یکی به این
بالاخره به بالش، یکی به این سمت بالش، به تعبیر امروزی بالاتر از طیاره‌های بیم 52 حرکت میکنه و میآیه از طرف بحر سمت جده که هست، از کنار بحر اینها حرکت میکنه و میآیه بالای لشکر ابرهه. چنان این لشکر را متلاشی میکنه که یک نفر هم از او سالم به در نمیره. به این عزیزان من حفظ کعبه توسط مرغان ضعیف، توسط ابابیل، الله سبحانه تعالی میفرماید الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل. آیا ندیدی که چگونه اینها، یعنی آیا ندیدی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، که الله سبحانه و تعالی با اصحاب فیل چه کار کرد؟ یعنی بدیدی با چشم سر تمام انسانهای و عصر و زمان همه مشاهده کردن. ابرهه چه کار میشه؟ ابرهه زخمی میشه، الله سبحانه و تعالی در وجودش یک مرض قرار میده، بند خوره، بند ابرهه چه کار میشه؟ از هم جدا میشه تا این که به کجا میرسه؟ تا این که در یمن میرسه و در اونجا هلاک میشه. به این عزیزان من از این چی درس میگیریم؟ به طور خلاصه و فشرده فقط دروسی که ما میگیریم وقتی که ابرهه نزدیک کجا میرسه؟ نزدیک مکه مکرمه و طائف، یک شخص جلورو قرار میگیره از مردمان مکه به نام ابورغال. ابورغال جلورو هست، جاسوسه، وطن فروشه، میخواد که بالاخره مکه برای ابرهه و لشکریان از تسلیم بکنه. نزدیک مکه که میرسه الله سبحانه و تعالی برای بعضی از جوانان و بالاخره شبابی که در مسیر راه بودن، وقتی که این مریض میشه در حال مریضی، و بعضی هم میگن بعد از این که این قضیه گذشت ای که فوت میکنه، مردم بیرون میشن چه کار میکنن؟ جسد از او سنگباران میکنن، قبر از او سنگباران میکنن در همو عصر و زمان. حالا این درس ها برای ما داره. در چی تاریخی بود قضیه ابابیل، قضیه ابرهه، قضیه بالاخره این لشکر فیلی که آمده بود و بالاخره کعبه رو ویران بکنه؟ سال 570 یا 571 میلادی، قریب به 2 ماه بعد نبی کریم صلی الله علیه و سلم به دنیا می آید. این درس میده که های دنیا متوجه باشید، همان قسمی که الله از کعبه خود حمایت کرد از پیامبر خود هم حمایت میکنه. همان قسمی که از پیامبر خود حمایت کرد از امت نبی کریم صلی الله علیه و سلم هم الله حمایت میکنه. واضح در قرآن میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا. این آیه چقدر ما جرأت میده. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. الله میگه من دفاع میکنم از اهل ایمان، من دفاع میکنم از مؤمنین، من دفاع میکنم از اونهایی که میگن لا اله الا الله محمد رسول الله. عزیزان من به طور خلاصه و فشرده دروسی که ما از این داستان میگیریم، این درس ها چی هست؟ اول اینه که عبرتی و پندی و اندرزی که ما از این داریم، حالا داستان اصحاب فیل، قضیه ابرهه، قضیه ابابیل، خوب داستانی بود دیگه. خوبی داستان که بینیه که داستان قرآن قصه کرد که ساعت ما تیر شد. داستانهای قرآن که اوسنه نیست که بسیار ببخشیم شب وقتی که طفل نخوابه مادر یا برای داستان میگه قصه میکنه تا اینکه او بخوابه. داستانهای قرآن به این نیست که ما بخوابیم. داستانهای قرآن اینه که الله به ما داستان میگه تا ما بیدار بشیم، تا ما بیدار بشیم. قرآن کتاب داستان سرایی نیست. الله قصه اصحاب فیل رو بیان کرد، قصه ابرهه رو بیان کرد، قصه ابابیل رو بیان کرد، لشکر اصحاب فیل رو متلاشی کرد. خب چی درس داره؟ درس اول اینه که الله سبحانه و تعالی قصه ابرهه و لشکر از او به خاطر از این بیان کرده تا این که درس عبرتی باشه برای کسانی که خانه های الله سبحانه و تعالی و شعائر دین احترام نمیگذارن. کعبه شعائره، این خانم شعائر دینه. هر کس به شعائر دین و من یعظم شعائر الله، همین لحیه هم از جمله شعائر دین هست.
شعائر دینه. چون نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یه امر کردن ریش بگذارید و چکار کنید و سبیل کوتاه کنید. چیزی که امر پیامبر در او باشه خواهی جز شعائره. مثالی بیان کردم، حجاب زن مسلمان جز شعائره. اگر کسی حالی بیایه شعائر دین رو استهزا کنه، تمسخر کنه، مثل که ابرهه هلاک شد این انسان هم هلاک میشه. کسی که شعائر دین، نماز، بعضی انسان ها از نماز فکاهی جور کرده، بعضی انسان ها از روزه فکاهی جور کرده، بعضی انسان ها از حجاب فکاهی جور کرده، بعضی انسان ها از ریش بالاخره مسلمان فکاهی جور کرده، از عالم دین فکاهی جور کرده، از جهاد و مبارزه فکاهی جور کرده، مجاهد فکاهی جور کرده. کسی که قاعده کلی هست، کسی که شعائر دین استهزا کنه و تمسخر کنه و مورد بی احترامی قرار بده، مثل که ابرهه هلاک شده انسان هلاک میشه. آره یک نفر درسته بی حجاب هست اما استهزا نمیکنه، این گناهکار، معصیت کرده، ریشر میتراشونه، گناه کرده، معصیت کرده، اما استهزا نمیکنه. مهم اینه که اگر کسی شعائر دین را استهزا کرد، از این درس میگیریم که او از زمره هلاک شدگان هست. دوم، در هر وقت و زمان مردمانی پیدا میشه که بر ضد قوتهای طاغوتی به مقابله برخاسته. به این عزیزان من، این دین از خود صاحب داره. در هر عصر و زمانی کسانی بخواهند که به دین توهین کنند، کسانی بخواهند که دین را بالاخره از بین ببرند، الله از بین این امت کسانی را برمیانگیزه که از دین دفاع کنه. حالا این خوشا به حال کسی که او باشه، تو باشی، ما باشم، خواهر مسلمان باشه، برادر مسلمان باشه، هر کس. الله سبحانه و تعالی حتی از مرغان ضعیف خود درباره دین چه کار میکنه؟ کار میگیره. اگر تو در خدمت دین نبودی، عبدالمطلب کار خوبی نکرد، رفت قلف کعبه را گرفت که یا الله تو از این خانه حمایت کن. امروز اگر کسی میاد مسجد را خراب میکنه، ما باید بگیم یا الله تو از خانه خود دفاع کن. اگر الله این انگیزه دینی در وجود ما نبینه، پرنده ها میاره، پرنده ها. در او عصر و زمان چنان انسانها از الله فاصله گرفته بودند که ذره غیرت به وجود اینا نبود. مشرکین تمام هم و غم اینا و بالاخره همان خانه و زندگی اینا شده بود. اما از دو حیوان در ابابیل، فیل که بزرگترین حیوانه، ابابیل ضعیفترین حیوانه، الله سبحانه و تعالی میگه ای انسان درس بگیر، فیل نمیآید طرف ویرانی کعبه، ابابیل میآید دفاع میکنه و لشکر بزرگ از بین میبره. این درس برای من و تو مسلمان میده. اگر در خدمت دین بودیم خوشا به حال ما، اگر در خدمت دین نبودیم الله از یک مخلوق ضعیف خود هم کار میگیره. درس دیگری که اینه که در هر عصر و زمان منافق هست، وطن فروش هست، بوده در همون وقت و زمان هم، در همون عصر و زمان هم. ابو رغال یک وطن فروش بود. در طائف وقتی که ابرهه با لشکر خود پایین شد، در اونجا گفت که من مکر خوب بلدم، جلورو هستم و بالاخره شما رو میتونم تا نزدیک کعبه ببرم. الله سبحانه و تعالی حتی قبر این شخص را هم مورد سنگباران انسان ها قرار میده. کسی که وطن فروش باشه، وطن خود را سودا کنه، جلورو و کافر باشه، الله سبحانه و تعالی او خار و ذلیل میگردانه. مثل که ما شما به چشم سر دیدیم وطن فروش ها کجا شدن؟ اونایی که وطن را فروختن، اونهایی که هزاران بدبختیر به این وطن آوردن، اونهایی که جلوره و چشم کافر بودن، الان کجا هست؟ کجا هستن؟ چگونه زندگی میکنن؟ اونهایی که قلبنا، روحنا، رواننا با کافر بود، الله سبحانه و تعالی اونها خار و ذلیل کرد. مثل ابو رغالی که الله سبحانه و تعالی او خار و ذلیل کرد در حیاتش و همچنین قبرش هم مورد سنگباران و اینها قرار گرفت. درسای زیاده داره عزیزان من. درس آخرش اینه که ما نباید کمتر از یک مخلوق ضعیف باشیم، همون اندازه که توان ما میشه در خدمت دین باشیم، همون اندازه. بعضی انسان ها میگه من توان ندارم،
قلمی داری قلم خود در خدمت دین بگذار، عالم دینی صحبت خود در خدمت دین بگذار، تاجری از سرمایه خود در خدمت دین بگذار، ناصحی نصیحت بکن. هر کدام ما به مو اندازه‌ای که الله برای ما توان داده بیاییم در خدمت دین قرار داشته باشیم. الله سبحانه و تعالی سرزمین حرمین شریفین نصیب همه ما و شما داشته باشد. صلوات ختم بفرمایید. ارتباط به عزیزانی که عزم و اراده حج دارن ولی فرصت برای اینا مهیا نیست، یا نوبت اینا نیست، یا قرعهشان نیست، یا بالاخره به نوعی از انواع شرایط برای اینا فراهم نشده. میخوام این را بگویم، تو برادری که پول حج داری ولی شرایط حج برای تو مهیا نیست. بعضی اعمالیه که درست جای حج فرض نمیگیره اما کمتر از حج نیست. قسمتی از سرمایه خود را که به حج میرفتی اختصاص بدی برای فقرا و مستضعفین و بینوایان. برو بالاخره در بزن، مردم بیکار هست، مشکلات داره، فقر دامنگیر این ملت شده، چه کار میشه؟ در تمام افغانستان ما مردمی داریم که امسال میخوان به حج برن، شرایط حج برای این آماده نیست. خب چی میشه از این 100% پول حج خب 50% اختصاص بده برای فقرا و مستضعفین در محل خود، قریه خود، بالاخره در همون شهری که زندگی میکنی، تا ای که فقرا و مستضعفین ما هم نفس راحت بکشن. بار الها پروردگارا تو از همه ما راضی باش، پروردگارا تو از همه ما راضی باش، رضایت تو از همه چیز مهمتره. ای بار الها پروردگارا اونهایی که عزم و اراده حج را دارن و امسال رفتنیان برینا حج مقبول و مبرور عنایت بفرما. ای بار اله پروردگارا اونهایی که عزم و اراده حج را دارن و شرایط برینا مهیا نیست، پروردگارا قفلهای دلشان را باز کن تا دروازه خانه فقیر و مستضعف و بینوا را پیدا کنن و برای اونها ایثار و قربانی و فداکاری داشته باشن. پروردگارا حج مقبول و مبرور سرزمین حرمین شریفین جوار نبی کریم صلی الله علیه و سلم را نصیب این جمع و نصیب همه امت اسلامی داشته باش. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اغفر موتانا و موتى المسلمین وسلم مسافرنا و مسافر المسلمین واشف امراضنا و امراض المسلمین واشف مرضانا و مرضى المسلمین واقض حاجاتنا و حاجات جميع المؤمنین وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.